سلام كمسك الختام. پدر جان، طهارت چیست؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. پسر جانم، طهارت این شستن و پاکیزه کردن قسم‌های بدن موافق طلبات دینی ما می باشد. پدر جان، چه کار را به طهارت انجام دادن ممکن نیست؟ پسر جانم، به طهارت ما نمی توانیم نماز خوانیم، نمی توانیم طواف خانه کعبه کنیم و این چنین ما نمی توانیم به قرآن دست رسانیم. پدر جان، ما چگونه طهارت می کنیم؟ پسر جانم، بعد از آنی که انسان به حاجت خانه در آمده قضای حاجت کرده با آب مخرج پیش و پشت خود را شسته می براید که این را استنجا می نامند، با دل نیت کرده طهارت را آغاز می کند. نیت کردم طهارت سازم تا نماز بر من روا گردد گفته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم را به زبان رانده دستان خود را تا بند دست 3 مراتبه می شوید. بعد از آن 3 مراتبه با دست راست به دهان آب گرفته غرغره کرده همین طور دهان را می شوید. بعد از آن 3 مراتبه با دست راست به بینی آب گرفته و با دست چپ بینی را می افشاند. بعد از آن روی را 3 مراتبه از پیشانی تا منه و از نرمی گوش راست تا نرمی گوش چپ می شوید. بعد از آن 3 مراتبه دست راست سپس دست چپ را با آرنج می شوید. یعنی شستن آرنج هم داخل می شود. بعد از آن با این دستانی تر 1 مراتبه سرش را مسح می کشد. سپس با این دستانی تر 1 مراتبه با انگشتان خردی قسم داخلی گوش را تازه کرده با انگشتان کلان قسم بیرونی گوش را و با انگشتان باقی مانده گردن را مسح می کشد. سپس از انگشت خرد پای سر کرده 3 مراتبه پای راست و سپس پای چپ را تا بجولک می شوید. خود بجولک هم داخل می شود. همین طور طهارت را به آخر می رساند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند اگر کدام از شما طهارت کرده این عمل را بهتر به جا آورده و سپس می گوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، یعنی شهادت می دهم که نیست خدای بجز الله و محمد رسول و بنده اوست، بر روی وی 8 در بهشت گشاده می شود و از کدام دری که می خواهد وارد بهشت می گردد. روایت ترمذی و ابو داود. این بود درس امروزه. منتظر درس های بعدی باشید. نوار و به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند. شکرگزاری میکنیم که نوارهای ما را تماشا میکنید. این را فراموش نکنید که دستگیری شما سبب پیشروی کانال است. پس به کانال آبونه شدن را فراموش نکنید. الان زیاده از 80% تماشابینان به کانال آبونه نشده اند. پس به کانال آبونه شوید و دعا را در حق ما فراموش نکنید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.